الو واساب و چطوری؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال آسروشل به همراه یه مهمون جدید. خود معرفی کن. سلام، من مسیح هستم و مهمون کاملا جدیدی هستم که ویدیو هم نداشتم تا با این که آره میبینی کلا من شدم سازمان ویدیو گرفتن با کسانی که ویدیو نداشت شد. حتما یادتون نره که لایک کنید ویدیو رو و من سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. یه حرفی نمیمونه بزنید یه سوال ویدیو یادم رفت بگم ویدیو چیه. ویدیو پرکتیسه. الان من و آقای مستر بیکس با هم میریم پرکتیس، هم یاری هم دشمن. یه بزنید یه سوال ویدیو. اولین گیمی که میریم فایربال فایت. اوه مپ جدیده؟ مپ جدیده آجی. اگه اون میخواست میره بیت فایت ولی نمیدونم به چه دلیلی نمیشه. با یه ترای اومد. نه دستم خورد به ستینگ. نه وای مستر بیکس یه سوال دارم. وای بازم شما میخوایی این ویدیو که برامش اولین ویدیویی که دارید وای چرا این که اولین ویدیویی که دارید توی یوتیوب کانال من دیده میشید، تو اولین ویدیو راجع به چیه و کی میدید؟ ولی خواستم آموزش باشه که توی وایس چته، ولی الان نظرم عوض شده. در حال رفتن به راه بیت مستر بیکس هستیم. خودشون هم اینجا وای یا علی که کامبو نگیده نه خودم این دومیه بوده چقدر چون اومدم نشته. بس که جونت باز. نه اجلا کشمه این ناوردیه. نه ویکتوری ایول دست اول رو ما بردی و یکیش ماست. خب بچه ها ما الان فایربال فایت رو رفتیم و گیم بعدی که قراره بریم باکسینگه. بچه ها فعلا من یکیش از آقای مستر بیکس جدا هستم و باید ببینیم که چه کنیم. بعد الان کامبو کنیم. همین میتونیم تا بگم همین بیا جلو. همین خالی نده یا خالی نده. چرا انقدر وول میخوری؟ آقا یه جا ثابت بمون. چرا وول میخوری؟ مگه قرار نیست پیوزی کنی؟ تو شد نیست وول میخوری. کامبو تو کامبو یه سال دارم. کامبو الان یعنی این. کامبو یعنی این الان. این فهمم. تو الان داره میگی پی وی پیه. سینه دور شد. بالا آره تازه اومد. اوکی بچه ما داریم از کیان بیکس این کامبو گاده. چقدر وول میخوری؟ من مجبورم به خاطر وول بخورم. یا خدا چه کامبو گرفتیم ازش. 19 تا کامبو بهش برتری داریم. یه ذره با متفلای با پیسی لک شدم. آقا تو چرا رو هوا من نه تو لگی یا من اوه آقای مستر بیکس دفاع. وای مچه دستم درد گرفت. ماما درم نه بیا پشمام حاجی میخوای الان قبول کن باخت.
آجی این ویدیو بچه این ویدیو جنبه خنده داره نه ترای خورد خودم دارم مثلا چیه تو جلو هم مثلا ندیدم آجی داری بولی میشی نمیخواستم ازت کامبو بگیرم ولیشون آخرش بود گیم سیرم آره ببین شما میخوایم پرو باشیم یه پلتفرم میسازیم باید تو دابل پلتفرم ساخت ولی بعضیا تو سولو مثل بنده میسازم آجی اون داره اونور میرخصه من این ور الله های چیکار داره میکنم بازم میشه رفت سلام گول ندارم ولی نه من لگم فقط رخ کن من لگم دورم میایی شبونه برو بیا مای برادر نه دقیقا شما قراره تا اول یادم میره پشم دستم اینجایی آقا من خیلی لگم همه دارم میبینن آقا بابا یه لحظه از لگ در اومدم جون یه کامبوی ازت گرفت 3 تا قلب دارم وای برو چقدر داره بازی به من میچسبه تو هم 100% باید بچسبه مگه نه میخواستم رو بیریش کامبوت کنم نشد بعد دیگه چه انتظار جو سهی که منه دارش حداقل یه 2 تا پوینت میگه من ولی خب داره من بسوزه من سهیش عقبم من الان هیچ اتفاقی داره برام الان تو داری برام میبینی؟ آره تو داری این میری میان کجایی؟ کجایی مگه؟ میری ولی یا خدا یه دفعه اومدی آقا از الان بازی نه بازم لگم ولی زدم بکنم زدم نه خود بود زدی ولی خب بود شدم ببینید بچه ها ما دبیلیش یکی از نکتهاش اینه که شما باید بسیار تو کل نه 6 تا قلب چرا دارم میگم 12 آدم بگم 12 کار داری میکنی من نمیفهمم با دست نه بمیرم نه وای چطوری پشمام شد الان شد اینه بعد لگ بودم نه نگاه تو قبل از اینکه بیفتیم من کشتم بعد رفتم تو پورتال دیگه اسفان شدم اینطوری بوده خلیفه یا من هنوز زندم آقای میخوای منو بزنی تو فقط بتونی خوابش رو ببینی دارم بولیت میکنم آقا من ببخش به خدا همه جنبه فون میدونستم بلاکی داری باید باز گل آس یه داره برای خوردن گلدن اپل بگیر هنوز زندم فیک شفا نه من رسیدم خدافظ اینقدر پرکرد یعنی چی داداش بال فکرم 18 دقیقه داریم رکورد میکنیم چی میگی؟
آقا من این بالا من ره وای بازم لگم تو رو خود از لگ در یه دفعه لگ میشم یه دفعه در میام همه پوینت گرفتن ای خوش دمیج هم نمیدونی تو الان دغدغت اینه بتونی زنده بمونی من دغدغم اینه چجوری یو 4مین پوینت هم میشه یه پوینت بگیرید تو ببین این گیم رو تو انتخاب کن چی بریم ای دستم خورد اومدیم اسکای بورد ولی اشکال نداره بابا من اسکای بوردم خوب نیست اصلا پرن بلد نیستم بزنم ولی الان زدم از این بالاتر نه بابا نکن پیویوی کنم تو فقط میخوای من با غلاب ماهیگیری بکشی چرا خوجی واستا مگه زیر اون بلا یه چه بگی چا نگی رفتن اوکی آقا مستر بیکس الان من تو یاری و باید بتونیم ویم بگیریم میزنم 30 ثانیه بعد چی؟ ترای هاردارو ریختن تو تیرکس ترای هارد شاید میشه بزنیش من میخوام برم برای بدهیم تو خدا باید ندار بام شد تو باید بابا من بدمون رفت یعنی ممنون شد تمات نه باید فایربال هرچی فایربال داشتن میشه فایربال جام نکنی میفتی میمیری نموردی اول برای اول خجالت آور بود یه ضربه نتونستی حالا اشکال نداره اوکی بچه مرسی که این ویدیو رو دیدین واقعا خیلی خنده دار بود من که به شخصه با این ویدیو خیلی خالی کردم و بچه لینک کانال مستر بیکس این زیر هست و حتما برید سابسکرایبش کنید اگه ویدیویی هم گذاشت لایک کنید ویدیو سومم احتمالاً سروایوله که قرار با پاور استریکس بگیریم که هیچی قرار بود سورپرایز احتمالاً باشه که الان گفتم دیگه لایک و سابسکرایبیاتون کامنت هم بذارید حتما سابسکرایب کنید چون خیلی طول میکشه تا این ویدیو آپلود بشه و کلا سخت شرایط آپلود ویدیو مثلا ویدیو قبلی و فرض کن یک روز کامل تقریبا فرض کن ما ساعت 12 ویدیو رو رکورد کردیم تا ساعت 3 ادیتش تموم شد و چیشینا هم تقریبا آپلودش کردم بعد تو همین امروز صبح تازه آپلود شد دیگه ببخشید وقتتون رو گرفتن لایک و سابسکرایب یادتون نره تو هم یه حرفی بزن من خیلی خوشحال شدم که تو ویدیو کلا که من بولی شدم و امیدوارم که شما لذت برده باشید من ترای هارد نبودم من فقط میخواستم بازی خنده دار شه بخوره دیگه خلاصه من خودم خوشحال بودم اومدی دیگه چی باید میگفتم یادم رفت یک دقیقه مونده تا 4 ساعت 4 دقیقا الان ساعت 4 آقا چقدر داریم حرف میزنیم فعلا خدا حافظ شما و لایک هم بکنید